با سلام و درود به خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. خب اینجا ما خاص داریم در این آموزش دیگر در بخش ترمینال ها، یعنی همون قسمتی که ما سیمای ما آمده میرسن و از اونجا بیرون وصل میشن و اینچنین اشاره گذاری خودی سیم کشی خودمان چگونه اجرا شود و ما چگونه اشاره گذاری را اجرا کنیم و چه یگان استاندارد هست و یگان راههای آسان است برای اشاره گذاشتن. پیش از همه زمانی که شما منتج سیم کشی را در داخل شید انجام میتید، حتما کوشش کنید که همین بگیم رقم گذاری و حرف گذاری را خب کاملا که اجرا کنید. خیلی هم برای شما کمک میکند زمانی که یگان مشکلی ایجاد میشود در یافتن همین، یا که هر کسی که باشد بعد از سیم کشی که شما انجام دادید با استفاده از همین معلومات میتواند که یگان مشکلی که در اینجا بود برطرف کند. خب در بخش ترمینال ها که ما بینید شتکی از ما هست، کاملا ترمینال در پایان هستن. همه سیمای ما از داخل آمدگی هستن، در قسمت پایان در ترمینال ایستادگی هستند و سیمای بیرونی ما به واسطه به اینجا وصل میشوند و ترمینال هم حتما که ما با رنگ‌های مختلف هم کوشش کردیم جدا کنیم، یکم فرقیت هم باشد زمان سیم کشی، خب اشتباه نکنیم و حرفاش هم کاملا گذاشتگی هستن. خب حرفا را چگونه ما نوشته اجرا میکنیم، چگونه ساده تر باید باشد در مدار قدرتی که ما حتما دائما زمانی که از محافظک استفاده میکنیم از حرفای منبع استفاده میکنیم. خب استاندارد ABC که ما داشتیم حاضر کاملا که استفاده نمیشود. خب L1 L2 L3 استفاده میکنیم یا که RST استفاده میکنیم. خب سه فاز که از ما هست اینجا اگر مشاهده کنید L1 و L2 و L3 یا که اینجا هم هست از ما L3 و L2. خب کدام فازی که از شما هست حتما که مدار قدرتی در L1 L2 را استفاده میکنید. پس کردیم در موتور چگونه اجرا میکنیم. اینا از محافظک میرود تا کانتاکتور الکای این حرفا با نامی همون منبع L1 L2 و L3 میرود. خب زمانی که از کانتاکتور خارج میشود، خب اینجا ببینید L1 L2 L3 زمانی که از کانتاکتور خارج میشود، از پایین کانتاکتور الکای شما نام موتور را میتونید موندن. فرض که موتور شما باشد، اگر یک موتور باشد میتونید گذارید که U1 V1 W1، یعنی از ما ببینید این الکای موتور یکم ما که هست U1 V1 و W1 هست. خب همین گونه باز موتور دیومان U2 V2 و W2. خب این در قسمت مدار قدرتی است. خب اینجا ما زمانی که این سه محافظک که پای در پای محافظک یک فازکی هستن پای در پای وصل کردگیم، از پایانش هم الاش هم نوشتگی هستیم. و زمانی که شما در مدار فرمان اگر از الا استفاده میکنید، فرض کنیم از همون ال استفاده میکنید، حتما که اگر که نوشته جوشون که باشد شما با اشتباه داده نمیشه. مثلا یک فاز شما استفاده میکنید در یک جا، یک فاز دیگر در دیگر جا، بعد یگان مشکلی میشود. شما فکر میکنید همون یک فاز از برای اداره کنید، بعد یگان اتصالی کوتاه به وجود میارید. خب در بخش فرمان که دو ایمان رعایت کنید نقشه را. خب وقتی که شما نقشه را چقدر که درست که اجرا کنید، خب فرض کنیم از این قسمت بینید محافظه که موقع آمد اینجا، فرض کنیم از محافظه این فاز است، فاز ما فرض کنیم همینجا است L1. خب بگذار همین باشد تخمینا L1. زمانی که از منبع می آید، خب از منبع که آمد این نام L1 است، این فاز شما است. بعد ریلی که آمد رسید الکای اینجا بینید L1 است. فرض کنیم خب بازی ما در کجا بگذار اینجا از ما بینید L3 است. درست آمد ریلی در L3 است. وقتی که از ریلی خارج می شود الکای بینید M6 رفتگی هست. خب نام چی را میگیرد؟ نام موتور را میگیرد. خب از اینجا از ما زمانی که از ریلی خارج می شود الکای این ریلی کی 21 درست. بعد از اینجا تا موتور الکای نام موتور را میگیرد. خب ما الکای در تیغه این میدونیم که یک فاز آمدگی است در خود ریلی و از این فاز رفتگی است به موتور ششم. یک موتورچه ما خورد داریم اونجا، خیلی خورده. بعد همین ریلی ما همون موتورچه را روشن میکند. خب در بخش ورودی خروجی PLC که حتما شما از همون گیم خروجی را استفاده کنید. مثلا ببینید Y0 از ما این
хуруҷи вай 0 аст. хоб аз куҷо омада ба куҷо меравад? хоб ба куҷо ки меравад фарз кунем вай 0 мо бинед ба кадом ба ин реле рафтагӣ ҳаст. хоб ба ин реле рафтагӣ ҳаст, яъне K1 рафтагӣ аст. То инҷо аллакай маълум аст ки ин вай 0 аст, яъне релаи моро вай 0 рӯшан мекунад, хуруҷи 0 рӯшан мекунад ва баъд ин релаи мо чӣ чизере ки рӯшан мекунад, ин дар қисмати тиғош аллакай аст. хоб омехтагӣ вақте ки шумо ҳарфнависиро навиштаҷотро ба ҳам омехта мекунед, нақшахонӣ ҳам хеле мушкил мешавад ва шумо замоне ки як каси дигарам мисол мебиёяд мушоҳида кунӣ, ҳатман ки як иштибоҳ мекунед. хоб дар қисмати манбаи тағзияро ки мо инҷо навиштагӣ ҳастем, бинед 24 волт ва инам 0 волт. хоб хай инҷо ки мо n навиштагӣ ҳастем дар манбаи се фазаи худмон n ба айном тадриҷан L1 L2 L3. хоб ин нуқтаре ки ҳатман риоя кунед замоне ки дар симкаширо дар шити шумо анҷом медиҳед, ҳатман ки ҳар касе ҳам ки бошад, хоб ҳатман ин чиза мушоҳида мекунад ва дарав мисол дарк мекунад ки чӣ гуна ҳамин симкашӣ анҷом шудагӣ аст, гарчанде ки нақшам ки набошад.